سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی عالی باشه. من امروز یه ذره حالم خوب نیست ولی دوست داشتم این ویدیو رو براتون بذارم. امروز میخوام این سایه لایت رو بهتون آموزش بدم که خیلی راحت و جذاب، مناسب همه جاست. پس اگه تو هم دوست داری این آموزش یاد بگیری تا آخر این ویدیو همراه من باش. روی بادوم چشمم و شاین نقره‌ای میزنم، بعد از یه شاین رنگی استفاده میکنم و کامل روی بادوم چشمم و شاین میزنم. بچه‌ها شما میتونید اصلا از سایه شاین استفاده نکنید و از سایه مات استفاده کنید، یه سایه مات روشن. این دیگه کاملا سلیقه‌ایه. اگه شما میخواید این آرایش چشم به عنوان آرایش چشم روزانه یا بیرون میرید استفاده کنید، میتونید سایه مات بزنید که خیلی هم توی چشم نباشه. با براش فیدم یه رنگ سایه برمیدارم، رنگ بیس منه. از گوشه چشمم و سایه رو میذارم، با براش فیدم فیدش میکنم، سایه رو به سمت داخل به روی کریس چشمم فیدش میکنم. برای اینکه بخوام سایه‌ام کشیده باشه یک کم هم سایه رو به بیرون فیدش میکنم. بچه ها انتخاب رنگ کاملا سلیقه شما، میتونید از هر رنگ سایه‌ای که دوست دارین استفاده کنید. من دوست داشتم از توناژ دودی استفاده کنم. سایم رو روی کریس چشمم کامل فیدش میکنم، چند بار سایم رو تمدید میکنم که به اون بیسی که میخوام برسه. برای زیر ابروم یه سایه سفید استفاده میکنم، زیر ابرومو کاملا سایه سفید میزنم. بعد با یه براش فید کوچیک‌تر یکم سایه مشکی برمیدارم، گوشه خارجی چشمم و سایه مشکی میزنم، به سمت بادوم چشمم سایه رو ادامه میدم و با براش فیدم سایه مشکیمو فیدش میکنم. بعد باز دوباره با براش فید بزرگترم از سایه بیسی که پشت پلکم زدم برمیدارم، سایه مشکیمو فیدش میکنم تا خط و مرزا رو از بین ببرم کامل. با قلم گراف سرکجم خط چشم برمیدارم، از گوشه چشمم خط چشمم رو میکشم. بچه ها دقت کنید، من توی این مدل از خط چشم باریک استفاده کردم، میخوام این خط چشم باریک بکشم. شما میتونید هر مدل خط چشمی که دوست دارین بکشین، کاملا سلیقه‌ایه. ولی آموزش خط چشم باریک و نازک رو براتون لینکش رو این بار براتون میذارم، اونجا توضیح دادم کامل که چطوری خط چشم باریک بکشین. اگه دوست داشتین بزنید رو لینک، حتما برید نگاه کنید که یاد بگیرید. توی اون ویدیو من کاملا توضیحات کامل راجع به کشیدن خط چشم نازک رو گذاشتم. خط چشم رو تا گوشه داخلی چشمم میکشم. دقت کنید که فقط روی بن مژه رو خط چشم میکشم و اصلا خط چشمم رو پهن نمیکنم. گوشه داخلی چشمم خط چشمم رو تیز میکنم که حالت چشام کشیده تر دیده بشه. شما اگه چشمای نزدیک به هم دارید لازم نیست گوشه چشمتون رو تیز کنید، اونجوری چشاتون خیلی بیشتر نزدیک به هم دیده میشه. این مدل خط چشمایی که گوشهشون رو تیز میکنن برای چشایی که فاصله زیادی دارن خیلی مناسب تره. البته که بایدی وجود نداره. اگه چشاتون نزدیک به همه دوست دارین که گوشه خط چشمتون و گوشه داخلی خط چشمتون رو تیز کنید، میتونید خیلی کم این خط رو ادامه بدید به سمت بیرون.
پایین پلکم رو با یه براش از سایه بیسی که بالای پلکم زدم استفاده میکنم تا گوشه داخلی چشمم سایه‌مو ادامه میدم و با براش فیدش میکنم. برای اینکه یکم جذابتر بشه با یه براش کوچیکتر یه سایه مشکی برمیدارم و روی گوشه بیرونی چشمم به سمت داخل یکم میام و سایه مشکی میزنم. بعد که سایه‌مو زدم روی چشمم روی سایم اسپری فیکس میزنم با قلم سرکجم از شاینی که روی بادوم پلکم زدم زیر چشمم هم میزنم و ریمل میزنم و چند تا موژه تکی گوشه چشمم گوشه خارجی چشمم گذاشتم. از موژه کامل استفاده نکردم. اینم از نتیجه کار. امیدوارم دوست داشته باشید و لذت برده باشید. اگه دوست داشتید کانال من سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی رو هم بتونید ببینید.